آی مینای بی تربیت، نبینم دوباره جلو جانم مثل دختر رو بیاری. چهلت هم کار نکن، ساکت باش. بابا مگه پارسال بهم نگفتی که برام دوچرخه میخری؟ الان 2 سال گذشته هنوز برام دوچرخه نخریدی. پسرم تو که میدونی من 1000 تا قسط و قرض و بدبختی دارم. حالا امسال نشد سال دیگه برات میخرم. من اصلا دیگه دوچرخه نمیخوام. همش قرالی که به من میدی، به من میگه فلان. آرزو فدات بشم، پس کی میام من ببینمت؟ قربونت بشم. جان بابا جان، دوچرخه رو نگاه، رخ و نگاه، اصلا باید حرف میزنه. بچه این دوچرخه رو از کجا آوردی؟ این دوچرخه مال کیه؟ اون آرزو 65 بود که تو این حسابش بیام میدادی، هفته 3 تومن میریختی به حسابش که نات تو بخره. اون من بودم، پولام جمع کردم اینو خریدم. تو اگه با من غری، من که آشتیم، گله هر شهری عمری کاشتیم. اگه بری از پیشم باز